راننده اسنپ روانپریش یه آدم معمولی نیست. چهرش رو آخرین بار تو صفحه حوادث روزنامه دیدی، زیر تیتر تحت تعقیب. اعصاب نداره، ولی همیشه لبخند زورکی داره. تا بریسی دم ماشین میگه من تو اپ دیدم قبول کردی ولی نیومدی. گفتم نکنه پشیمون شدی لغو کردی. با هر مسافر یه فیلم جدید بازی میکنه. اگه پسر باشی میگه منم یه زمانی نهنگ بودم. بیت کوین $100 بود ولی کیف پولم هک شد داداش. و سری ادامه میده. الان برو دوج کوین تا آخر ماه میشه $1. اگه ساکت باشی اون خودش با خودش حرف میزنه. از دلار و سیاست تا طرز پخت قرمه سبزی همه رو بلده. اما وای وقتی مسافرش خانوم باشه. اول مؤدبه، بعد 2 تا چراغ قرمز که رد میشن میگه شما هم کارتون آنلاین هست؟ صداتون آشناست. وقتی جوابی نمیگیره سریع نقاب و عوض میکنه. خانم اگه خواستید با بلوتوث وصل شید موزیک خودتون رو بذارید. بعدم الکی با گوشی زنگ میزنه. ای بابا آقا رضا فدا سرت، اون 300 میلیون دود شد ولی سلامتی مهمه ها. وقتی میرسن مقصد با لبخند مصنوعی میگه خانم لطفاً 5 تا ستاره رو بدید به ما چون واقعاً برام مهمه. و بعدش به همون شماره یه پیام میفرسته. سلام ساناز خانم، من همون راننده اسنپی هم که شما رو رسوندم تا شهرک درب. اگه اشکالی نداره خوشحال میشم بیشتر آشنا شیم. خیلی ازتون خوشم اومده. من ایرانی اشتباهی هستم. ایرانی اشتباهی